منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله و صلات و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. بینندگان عزیز و گرامی، با موضوع ذکر الله متعال در خدمت شما هستیم. امیدوارم که خداوند متعال من و شما را جزو کسانی بگرداند که زبان ما و قلب ما همیشه با ذکر الله متعال آباد است. در سوره احزاب آیه 41 و 42 الله متعال می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا و سبحوه بکرة و اصیلا. ای اهل ایمان، اذکروا الله ذکرا کثیرا، الله را بسیار یاد کنید، فراوان یاد کنید، زیاد ذکر کنید. ذکر کردن یا یاد کردن الله متعال این سبب آرامش قلب می شود. از صفات اهل ایمان است و سبب آرامش قلب می شود. برخلاف اهل ایمان، منافقان از ذکر الله متنفرند. منافقان توفیق ذکر الله را ندارند. ولا یذکرون الله الا قلیلا، جز اندک به ذکر الله نمی پردازند. توان ندارند، توفیق ندارند، توفیق نصیبشان نمی شود، چون که ایمانشان در اصل ایمان نیست، یک ایمان مصنوعی است. و کسی که نقش بازی می کند تا کسی که واقعا خودش هست خیلی متفاوت است. کسانی که نقش بازی می کنند توفیق ذکر کردن پیدا نمی کنند. کسانی که نقش مؤمن را بازی می کنند مستحیل است، محال است که بتوانند واقعا یک مؤمن واقعی باشند، چون که خودشون نیستن، میخوان به مردم نشان بدن که اینطوری هستن. و ما به عنوان مؤمن و به عنوان بندگان مؤمن و مسلمان و پایبند ایمان و تقوا، از صفات اهل ایمان این است که باید با ذکر خدا به خودشون آرامش ببخشند، یعنی خود را مستوجب آرامش بکنند. کسانی که الله را یاد میکنند، یاد الله با ذکر زبان هست، با ذکر قلب هست، با دعاهای مأثور هست، با تلاوت قرآن هست، با استحضار قدرت و عظمت الله هست. انواع مختلف ذکر هست که وقتی انسان توجه میکند به این که باید الله رو از خودش راضی بکند، وقتی انسان به این خودش را نیازمند میبیند که بین او و بین الله رابطه برقرار باشد، لا یزال لسانک رطبا بذکر الله، الله متعال میفرماید که باید زبان شما همواره با ذکر الله تازه باشد. چه کیفی دارد، چه لذتی دارد که انسان بین خودش و بین پروردگارش، بین خودش و بین الله معبودش رابطه ای برقرار کند که زبانش همواره به ذکر خدا مشغول باشد، قلبش همواره به ذکر خدا مشغول باشد. و این یکی این که انسان الله را وقتی دوست داشته باشد، معبودش را دوست داشته باشد، چون این چیزی ممکن است. و شیطان همیشه سعی بر این دارد. جنود شیطان، لشکریان شیطان
همواره سعی بر این میکنن که انسان را از یاد الله غافل کنن، انسان را از یاد خدا غافل کنن. سعی میکنن که انسان توفیق نیابد با الله خودش، با معبود خودش راز و نیاز کند، مناجات کند، ذکر کند، دعا کند، الله رو بخواند. این از مکر شیطان است، از فریب شیطان است. ولی ما به عنوان اهل ایمان، به عنوان دوستانی که ادعا داریم الله رو دوست داریم و میخواهیم که الله ما را دوست داشته باشد، الله متعال ما را دوست داشته باشد، وقتی که ذکر میکنیم الحمدلله که میگیم استهزار داشته باشیم. الحمدلله، ثنا و ستایش تنها و تنها از آن یک اله است. این را استهزار داشته باشیم. وقتی میگیم سبحان الله استهزار داشته باشیم. معنی سبحان الله یعنی چی؟ یعنی پاک است الله از همه عیوب و نواقص. الحمدلله، الله اکبر، خداوند از همه بزرگتر است، از همه بزرگهایی که در این جهان هستند، از همه مخلوقاتی که هستند، از آسمان، از زمین. قدرت و عظمت الله از همه بالاتر است. الله متعال از همه بزرگتر است. وقتی که معانی کلمات را ما در نظر داشته باشیم و بدانیم که ما چی میگیم در نماز، چی میخوانیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، این مدح و این ستایش و این ثنا برای کیست؟ لله، لله رب العالمین. این حمد، این ثنا، این ستایش، این تمجید برای کیست؟ لله رب العالمین، از آن اون ذاتی است که پروردگار جهانیان است. الرحمن الرحیم، ما صفت الله را بیان میکنیم، خوبی را بیان میکنیم و تمام صفات خوبی که الله متعال دارد، عظمت و بزرگی که الله متعال دارد، رحمت و شفقتی که الله متعال دارد، همه اینها را استهزار میکنیم و عجز و ناتوانی خود را و این که ما الله متعال را دوست داریم و به خاطر دوستی الله متعال است که الله را یاد میکنیم و ذکر میکنیم، اینها باعث میشود، سبب میشود که ما محبت ما نسبت به الله متعال زیادتر بشود، دوستی ما نسبت به الله متعال زیادتر بشود. و پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم همچنان مشغول ذکر بودند، مشغول یاد الله بودند که لحظه ای را در غفلت نمی گذراندند. حتی پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم فرمودند استغفار که انسان خودش را یعنی از الله متعال مغفرت بخواهد، آمرزش بخواهد، رسول گرامی صلی الله علیه و سلم میفرمایند که من در یک روز 70 مرتبه یا 100 مرتبه استغفار میکنم. این دلیل بر این است که پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم همواره مشغول ذکر خدا بودند. درباره فضائلی که درباره ذکر آمده است، اینها را ما باید به خاطر داشته باشیم. همیشه باید فکر بکنیم و این احتساب یعنی ثواب عملی را در نظر داشتن به انسان توفیق میبخشد، چون انسان در طبع خودش حریص است و الله متعال این حرص ما را درک کرده و میداند. ولذا خود الله متعال در قرآن کریم میبینیم و سارعوا الی جنت عرضها السماوات والارض، ما را تشویق میکند به این که اون ثوابی که منتظر ما هست اون ثواب را در نظر داشته باشیم. و انسان وقتی که ثواب اعمال را در نظر دارد خود به خود تشویق می شود به این که عمل بکند. و الله متعال برای ذکر خود اونقدر فضائلی وعده داده، اونقدر فضائل وعده داده که انسان نمی تواند تصور کند. الله متعال در جایی در سوره بقره آیه 152 می فرماید فذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. سبحان الله. فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید
تا این که شما را یاد کنم. خدایا این که ما الله رو یاد میکنیم، خب میگیم سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر. صفات خوب خدا را، همه صفات الله الحمدلله خوب است. صفات الله متعال از همه نواقص پاک است، از همه صفات بد پاک است. وقتی که ما میگیم فذکرونی اذکرکم، الله متعال میفرماید و ما این را به خاطر میاریم و فکر میکنیم. وقتی ما میگیم سبحان الله، الله متعال ما را دوست دارد، محبتش را با ما ابراز میکند. درباره سوره فاتحه که ما در نماز میخوانیم، الله متعال در حدیث قدسی که پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله میفرمایند قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، یعنی بخشی از نماز مال من است، بخشی مال بنده. بخشی است که بنده ذکر و عظمت مرا بیان میکند، بخشی از نماز چیزی است که برای خودش، اهدنا الصراط المستقیم، انسان برای خودش چیزی میطلبد. و فذکرونی اذکرکم، این وعده الله است، مرا یاد کنید که شما را یاد کنم. واشکرولی، یعنی چی؟ الله متعال میفرماید که شکر نعمت مرا بکنید، شکر نعمتهای مرا بکنید. اینم بخشی از ذکر الله است. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر الله را بکنید، الله نعمتهای خودش را بر شما افزون میکند. شکر نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ولا تکفرون، و ناسپاسی مرا، نافرمانی مرا نکنید. در جای دیگری الله متعال میفرماید در سوره رعد آیه 28 الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله، کسانی که ایمان آوردند و دلهایشان با ذکر الله آرام میگیرد. الا بذکر الله تطمئن القلوب، آگاه باشید که دلهای اهل ایمان با ذکر الله آرام میگیرد. آرامشی که در دل ایجاد میشود از کجا ایجاد میشود؟ با یاد الله. وقتی ما میگیم الله اکبر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، این حدیثی که امام بخاری در آخر صحیح آورده است که کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. دو تا کلمه است، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند که دو تا کلمه است که اینها بر زبان سبک هستند، خیلی راحت میدید سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، در زبان خیلی سبک هستند. ثقیلتان فی المیزان، در میزان اعمال در روز قیامت بسیار سنگین هستند. حبیبتان الی الرحمن، الله متعال اینها را بسیار دوست دارد. چی از اون دو تا کلمه؟ سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این که ما الله متعال را یاد کنیم با این دو تا کلمه یا با ذکر مسنونی که بعد از نماز هست، این ذکری که ما میکنیم، یا دعاهای معصور. دعاهای معصور یعنی دعاهایی که نقل شده از پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در اینکه ما وقت لباس پوشیدن چه دعایی بخوانیم، وقت غذا خوردن چه دعایی بخوانیم، وقت بیرون رفتن چه دعایی بخوانیم، وقت سفر چه دعایی بخوانیم. اینا مجموعهش در دسترس هست، امروز در هر جا پیدا می شود. انسان بگرده که اذکار یا دعاهای صبح و شام. صبح مثلا آیت الکرسی را خواندن بعد از نماز صبح یا بین نماز صبح تا اشراق، آیت الکرسی را خواندن، معوذتین را خواندن، اخلاص را خواندن، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو علی کل شیء قدیر، این را خواندن. یعنی همه این دعاها از خودش ثوابهایی داره که در احادیث نقل شده و ذکر شده. همین که من شما از ذاکرین باشیم و ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، ما را دعا کنیم که خداوند متعال من و شما را، همه ما را، مرد و زن را، که در این آیه در سوره احزاب به طور خصوص زنها را جدا ذکر کرده، و ذاکرین الله کثیرا و الذاکرات، مردان ذکر کننده و زنان ذکر کننده. امیدواریم که خداوند متعال همه من و شما را جزو ذاکرین و ذاکرات بگرداند و جزو کسانی که برای اونها بهشت برین و نعمت‌های دائم آماده کرده است. ان شاء الله سعی بکنیم که همیشه لحظات فارغ خود را، لحظاتی که میتوانیم از اونها استفاده بکنیم، در ذکر و دعا مشغول بکنیم تا اینکه کسب ما و درآمد ما در میزان الله، در میزان روز آخرت زیاد بشود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.